جمهوری تاجیکستان یکی از سوبیکت‌های مناسبت‌های بین‌الخلقی است، از آن جمله مناسبت‌های تجارتی و همه روابط‌هایی که در اقتصاد جهانی می‌شود نمی‌تواند بی تأثیر بر اقتصاد تاجیکستان باشد، خصوصاً وضع اقتصادی کشورهای شریک اقتصادی ما، از آن جمله روسیه، قزاقستان و همه کشورهای دیگری که در اطراف ما هستند و با آنها مناسبت‌های زیچ اقتصادی داریم. و ما در دوام سالهای آخر البته اصلاحات زیادی تحت رهبری جناب ولی گذراندیم و آنها باعث شدند که رشد مجموعی محصولات داخلی در سطح تا 7% و زیاد از آن تامین گردد. ولی وقتی که تحریم‌ها نسبت یکی از شریکان اقتصادی ما خب پیش بینی شدند، یعنی نسبت جمهوری روسیه و کشوری است که ما با اون مناسبت زیچ اقتصادی داریم و همچنین قسمی از شهروندان ما در آنجا کار میکنند و دیگر شدن قربی آن ببینید که قربی پول روسیه از 32 از 164 روبل به $1 رفت قریب تا 67، یعنی 2 برابر تغییر یافت و وابسته به این مبلغ‌هایی که ما از جمهوری از روسیه فدراسیون روسیه هم ساله می‌گرفتیم قریب تا 60-70% پایان رفتند و یعنی طلبات در بازار ما کم شد. وقتی که طلبات کم می‌شود و استحصالات در همون سطح باقی می‌ماند یا که پیشنهاد باقی می‌ماند خواهیم نخواهیم این با تغییر یافتن نرخ‌ها و با تغییر یافتن قربی پولی ملی آورده می‌رساند و وظیفه سازوکارهای دولتی پیش از همه مطابق کردن سیاست پولی و قرضی خود با سیاست پولی و قرضی او کشورهایی هست که شریکان ما تا که متوانیم تاثیر منفی آن رو با صاحبکاران با اقتصادیات مملکت با درآمدهای واقعی مردم کمتر کنیم و این یک وضع واقعی است که قربی پولی ملی پایان رفت و امروز البته کشورهایی که ذخیره‌های زیادی اسعاری دارند میتوانند به آن تاثیر رسانند، ولی وقتی که درباره سیاست درست پولی سخن می‌رود البته کشورها حرکت می‌کنند که ذخیره‌های اسعاری خود را نگاه دارند. ببینید یک کشوری مثلا آذربایجان که ذخیره‌های زیادی اسعاری دارد، چون که ذخیره‌های زیادی نفتی دارد، در این سال‌ها بسیار نفت فروخت، ذخیره‌های زیادی اسعاری را جمع کرد، ولی مجبور شد که در یک شب گوییم قرب پولش را 35% پایان برد. قزاقستان که چقدر ذخیره‌های زیاد داشت سال گذشته قرب پولش را در یک شب 20% پایان برد و همه کشورهای همسایه ما هم قرب پولشان خیلی تا 33% کشور همسایه پایان رفته است و ما تاجیکستان که با آنها علاقمند است، با آنها داد و گریفت دارد با روسیه، نمیتواند که قرب پولش بی‌تغییر باشد و وظیفه بانک ملی و وظیفه ساختارهای اقتصادی مملکت این راه ندادن با تغییراتی یک وقتینه است، یعنی باید که اگر تغییر می‌یابد آنها معتدل تغییر باشد، تغییر یابد تا که صاحبکاران توانند که پیش بینی کنند فعالیت کار خود را تا که تاثیر این تغییرات با فعالیت صاحبکاری تاجیکستان بیشتر نگردد. کار اولی که باید کنند مثلا من فکر می‌کنم رهبر اولی بانک ملی باید 4 قرب رو با هم پیوست کنند. در اصل این 4 قرب رسمی است که مثلا 6.26 است یا 6.30 است، قربی است که در خب آویزه‌های نقطه‌های مبادله اسعار کشال است 6.52 6.54، قربی هست که مثلا در پشت پرده می‌فروشند شما می‌بینید 6.80 و یک قرب دیگر قرب ثمرانه، قرب واقعی که وابسته به وضع اقتصادی و سیاست پولی و قرضی کشورهای تاجری کشورهای همکار تجارتی ما حساب کرده می‌شود. اون ممکن نمی‌دانم دیگر باشد، این رو بانک ملی می‌داند و بسیار ضروری است که همه این قرب‌ها تقریبا یک باشند. امکان دارد این امکان دارد، این از خب سیاست بانک ملی و ساختارهای اقتصادی حکومت وابسته است. اولین کاری که است اینها رو باید یک کنند. وقتی که سال 2008 من رهبر بانک ملی بودم، قربی رسمی بانک ملی از قرب کوچک بالا بود. اما امروز ببینید 1.2% فرق دارد. اون وقت برعکس بود. شما از بانک ملی برای شما خریدن اسعار ضرر بود، نمی‌خریدید. شما از کوچه رفتن می‌خریدید. لیکن امروز مفید است از بانک ملی خریدن نسبت اون که از کوچه می‌خرید. و باید که همین قرب‌ها با هم باشند، یک باشند و باید که قرب‌ها انیل باشند که صاحبکار داند که در همین 6.80 هست و اون رو خریده میتواند با همین 6.80، یعنی یا که همین 6.52 هست باید هر یک شخص آزاد آمده خرید تواند. گنده کار در اون است که همینجا 6.52 6.54 96 اصلا وقتی که شما میگویید که من میخرم و شما نمیفروشن، یا که اگر 200-300 دلار هم فروشن از ترس آن نمیفروشن که مبادا در پشت شما کارمندان ساختارهای قدرتی یا که کارمندان بانک ملی نباشند، ولی زیاد نمیفروشن چون که آنها اصلا
میخرن برای تاجران، برای صاحبکاران علایده که خب مبلغ کلان سومه دادن و میگن شما برای ما خریداری کنید 100,000 $100,000. ولی باید وقتی که ما کار یگانه میکنیم، وقتی که ما خرید فروش آزاد میکنیم، وقت فرق ندارد که کارمند نقطه مورد اثر با کی میفروشد. مهم او خرید و فروش کردنش در کار و همین سیاست برای ما مونده شد.